من نمیگویم که زندگی من تلخ بود. زندگی من در حقیقت هم زندگی شیرین بود. خوب شنیدیم که شما از شوهرتون رسما جدا شدید. حقیقت داره؟ بله ما رسما جدا شدیم. طول 1 سال می شود. در روی صحنه فیروزه شدم. با مخلصان خودم فیروزه شدم و فیض و برکت من همش از پشت مخلصان من است. اونقدر مهر و محبتی که میون شما و همسرتون بود، هیچ گمان نمی‌کردم که روزی میرسد که محبت شما پایان می‌یابد. نه چشم بد نرسید میکن. شب و روز میپرسد هر بار از خواب دور میشود میپرسد. به هر تشکر خود را بیان میکنم به همه مخلصان عزیزم که اینقدر تحفه بهر من امروز خود رو دریغ نداشته تحفه کردن. به نهایت شده. فیروزه حفیظ و همیشه با شما است. من با شما زنده هستم. مخلصان عزیزم یک جهان تشکر.